سلام، من آزادم و امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری خیلی راحت کیکاتون رو خامه کشی کنین. توی آموزش قبلی بهتون یاد دادم خامه رو چطوری فرم بدیم. بعد از اینکه خامه رو فرم دادیم میریزیمش توی قیف و سرش رو به اندازه 1 سانت برش میزنیم، بالاش رو هم انقدر میپیچیم که کاملا سفت و محکم بشه. به کمک انگشت شست و سبابه قسمت بالای قیف رو نگه میداریم و به کمک 3 تا انگشت دیگه و کف دستمون خامه رو کنترل میکنیم تا بتونیم به راحتی ازش استفاده کنیم. همونجور که میبینین سر قیف رو به سمت کیک نگه میداریم و قیفمون باید به کیک یک کم تماس داشته باشه. بعد از اون با صفحه گردون کیکمون رو میچرخونیم. سعی کنین این کار رو خیلی یواش انجام بدین و تمامی کیک رو با یک لایه 1 دسته خامه پر بکنین. تمام سطح کیک رو به همین روش که میبینین تا بالا کاملا میپوشونیم و سطح کیک رو هم به همین طریق پر میکنیم. سعی کنین که لبه کیک رو کامل خامه کشی بکنین و حتی اگر شده 2 بار این کار رو تکرار بکنین تا خامه کشیتون و شارپ کردنتون خیلی راحت تر انجام بشه. همونطور که میبینین سطح کیک رو هم به کمک قیف پر میکنیم و بعد به کمک یک پالت خم شروع میکنیم برای خامه کشی کردن و صاف کردن خامه ها. همونجور که میبینین از یک پالت خم استفاده میکنم که تیغش 20 سانتی هست و طرز صحیح قرار گرفتن پالت روی سطح کیک رو هم در تصویر میبینین. کاملا مماس با کیک نیست، یک زاویه حدوداً 15 درجه تا 30 درجه با کیک داره و ما فقط با این تیغه‌ای که نشونتون دادم کار داریم و این قسمت قراره که با کیک تماس داشته باشه. اگر کیک رو به صورت 1 ساعت در نظر بگیرین، پالت رو روی ساعت 4 قرار میدین و صفحه گردون رو میچرخونین تا سطح کیکمون کاملا صاف بشه. روی سطح کیکمون که کمی صاف شد به کمک یک کاردک که همونجور میبینین زاویه قائمه داره دور کیکمون رو صاف میکنیم. در حال حاضر کاردک هایی که توی بازار هستن خیلی مناسب نیستن و کار کردن باهاشون سخته. من پیشنهاد میدم که یا از گونیاها از لوازم تحریر استفاده بکنین و یا از لیسه های بنایی که از ابزار فروشی ها و رنگ فروشی ها میتونین تهیه بکنین استفاده بکنین. همونجور که میبینین کاردک رو کاملا روی سطح سینی کیکم قرار میدم و با زاویه 30 درجه تا 45 درجه نسبت به کیکم قرارش میدم و فقط لبه کاردک رو به دیواره کیک نزدیک میکنم و سعی میکنم که نهایتا 1 سانت از کاردکم با کیک تماس داشته باشه. بعد از اون همونجور که میبینین کیک رو به کمک صفحه گردون میچرخونم تا صاف بشه و جاهایی که خامه کم داره به کمک قیف خامه اضافه میکنم و دوباره همین مراحل رو طی میکنم. دقت کنین که همه تمرکزتون باید روی این باشه که کاردکتون از روی صفحه کیک بلند نشه و لبه کاردک هم خیلی به سمت کیک نباشه و مماس با کیک نباشه و گفتم فقط 1 سانت حدوداً با کیک در تماس باشه که خامه کشیمون رو خراب نکنه و به بهترین شکل ممکن خامه کشیمون
انجام بشه. باید این رو تمرین کنین که دست چپتون کاملا ناخودآگاه صفحه گردون رو بچرخونه و شما همه تمرکزتون روی کاردک باشه و اینکه کاردک به بهترین شکل ممکن و اصول درستش روی صفحه و نسبت به کیک قرار گرفته باشه. برای کار با پالت و صاف کردن روی سر کیک هم باز همینطور هست. شما باید با دست چپتون صفحه گردون رو بچرخونین و تمام تمرکزتون روی این باشه که زاویه پالت رو درست نگه داشته باشین و دستتون ثابت باشه که همه جای کیک به یک اندازه صاف بشه. این لبه‌هایی که می‌بینین برای بعضی از کارها و مدل‌ها بسیار جذاب هستن. خب میتونین که حذفشون نکنین. اما برای حذف کردنشون و داشتن یک کیک شارپ کاملا باید پاک بشن از سطح کارمون. شما کاری که میکنین از اگه کیک رو به عنوان یک ساعت در نظر بگیرین روبروتون، تقریباً از ساعت 2 خیلی ملایم از بیرون به سمت داخل لبه ها رو میخوابونید. حتما باید پالتتون رو به لبه کاردکتون تمیز کنید و بعد در این مرحله برای گرفتن حباب‌های روی سطح کارمون و صاف و صیقلی شدنش به وسیله یه آب پاش روی سطح کیکمون رو آب میپاشیم. دقت کنید که آب خیلی زیاد نباشه که بعد جمع کردنش براتون دشوار بشه. و بعد دوباره به کمک یه کاردک روی سطح دیواره میکشیم. خیلی نباید فشار بیاریم، فقط در حدی که به کمک آب سطحمون صاف بشه. و بعد همون کار رو دوباره برای بالا تکرار میکنیم به این صورت. همونطور که میبینیم کیکمون کاملا شارپ شد. برای گذاشتن رنگ روی کیک میتونین از پالت استفاده کنین، میتونین از قیف استفاده کنین. پیشنهاد من این هست برای بهتر انجام شدن این کار کیکتون حتما 1-2 ساعت توی یخچال استراحت کرده باشه تا خامه کاملا سفت شده باشه و راحت‌تر بتونین این مرحله رو انجام بدین و رنگ رو روی کار قرار بدین. همین مراحلی رو که میبینین تماما برای اینکه کیکمون رو به رنگ تیره در بیاریم انجام میدیم. اما من اینجا میخوام یه تکنیک دیگه هم بهتون یاد بدم که در ادامه با هم میبینیم.
همونجور که میبینین مقدار رنگی رو که گذاشته بودم به کمک پالت روی کار پخش میکنم تا لایه نازکی روی خامه سفیدمون قرار بگیره. دقت کنین که رنگ تیره نباید اصلا مقدارش برای کیک زیاد باشه که بعد از خوردنش مشتری دچار مشکل نشه. برای پخش کردن رنگ روی دیوار هم که از کاردک استفاده میکنیم و همونجور که میبینین وقتی که چند دور کاردک دور کیک بچرخه خامه رنگی کاملا پخش میشه و تمام سطحمون رو میپوشونه. من میخوام اینجا بهتون تکنیک لاین های رنگی رو یاد بدم که چند لایه رنگ روی همدیگه قرار میگیرن و بینشون خط مرز ایجاد میشه. همونجور که میبینیم من از بالا شروع میکنم با رنگ تیره و هرچه به سمت پایین میاد رنگ ها روشن تر میشه. رنگ تیرم رو که دارم هر سری بهش مقداری خامه اضافه میکنم تا رنگم هر سری روشن تر بشه. حتما جاهایی که به رنگ سفید هست رو باز خامه بزنین و دوباره کاردک بکشین و یا پالت بکشین روی سطح کیکتون که کاملا شارپ بشه و صاف بشه. توی این مدل بهتر هستش که لبه ها کمی نامنظم باشن، اما خب برای اینکه من بهتون توضیحات رو بدم لبه ها رو شارپ میکنم. برای اینکه لبه شارپی داشته باشین در این حالت که رنگ میزنیم دوباره روی خامه، همونجور که بهتون گفتم بهتره که خامه‌تون حتما 1-2 ساعت استراحت کرده باشه که خامه زیری خیلی راحت حرکت نکنه. دستتون رو حتما خیلی آروم و ملایم تکون بدین روی سطح خامه که خامه زیر رو بلند نکنین و اگر کمی از خامه سفید زیر دیده شد میتونین کمی دوباره روش خامه رنگی بزنین و پخشش کنین تا کاملا اون قسمت رو بپوشونه. برای لاین‌های بعدی میتونیم از قیف استفاده بکنیم که کارمون تمیزتر و بهتر انجام بشه. همونجور که میبینین من با قیف رنگ روشن‌تر رو روی سطح کار میزنم و به کمک کاردک پخشش میکنم. فقط باید دقت داشته باشین که کاردک رو کاملا صاف بگیرین که قسمت بالایی کاردک با قسمت بالایی کارمون که قبلا صاف شده تماس پیدا نکنه. تعداد لایه‌های این کار بسته به سلیقه خودتون داره. من اینجا در 3 رنگ درستش کردم و شما از این تکنیک میتونین به عنوان یک لایه اونم فقط در قسمت پایین استفاده بکنین و با هر رنگی که مد نظر خودتون هستش.
برای زیباتر شدن این کار و نمایش بیشتر لبه ها میتونین لبه ها رو رنگ طلایی و یا نقره‌ای بزنین که خودش رو بیشتر نشون بده. من اینجا رنگشون نمی کنم تا کار کمی ساده تر باشه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشیم. مراحل بعدی رو هم ببینین. طبقه بالا رو آماده می کنیم و طبقاتی کردن کیک رو بهتون یاد میدم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. کانال رو به دوستاتون معرفی کنین تا بتونیم آموزش‌های بیشتر داشته باشیم. لایک و کامنت هم یادتون نره. دوستتون دارم. بوس بهتون.